خب یک نفر، یک روحانی منش مشهور و معروف که یک زمان ما و شما داشتیم با نام حاجی میرزا میگفتنش. خب سالهای اول واقعا خدمت کرد، تا جای مردم دعوت کرد. مردم اچیرت می‌سودند برای زیارتش، برای دعوت به خانه هاش، کاروفر، ماشین، محافظ، گوسپند، بس، خیر، دسترخوان، خوردن، چریدن، همه چیزا بسیار حالت زورده بود خلاصیگه. و بعد از یک مدت آبرو هم پیدا کرد. عزت در دست پروردگار است واقعا. وقتی پروردگار برای یک نفر عزت بده، اگر تو یک نفری که باشی از آشغال آمده باشی، یک نفری از کوچه آمده باشی، وقتی عزت در دست پروردگار برای تو میده، به هر واسطه تو آبرو عزت میگیری. و همین نفرها هم آبرو گرفتن، یک زمان عزت گرفتن، و خاطر چی دعوت های دینی داشتن، مسجد تودا و فلان بیمدان کارهای میکردن. اما یک مدت بود که حکومت زبان اینا را بسته کرد. حکومت دید که اینا زیادی بعد رفتن، مریباش، شاگردهاشون و نمیدونم مخلصاشون و زیارت کناشون، کاروفرشون زیادی بد شد. عمر رحمانوف رشک داره، یک رشک زن صفته داره که یک صاحبکار اگر آبرو عزت پیدا بکنه رشک میکنه، یک ملا آبرو عزت پیدا کنه رشک میکنه. و این هم همین بود که خصوصا حاجی میرزا و ایشان نوریدین، این دو نفری بودن که در کشور بسیار یک عزت و آبرو پیدا کردن. اما دیر دوام نکرد متاسفانه. همین آبرو و همین عزت برای همین نفر دیر دوام نکرد. برای چی؟ نمیدونم، شاید اگر بهانه ترس باشد، اگر بهانه خب رحمانوف میدونیم که زندان میکنه باشد. زندان برای دو نفر است، یکی شرف است، آبرو است، و یکی برای ظلم و جنایت میره زندان. تمام. یکی در امتحان پروردگار. پیامبر حضرت یوسف جنایتکار که نبود، زندانی بود، زندان شد. انمون امام ما مذهبی، راهبری مذهبی ما و شما امام اعظم زندانی شد، اما فروخته نشد، داده نشد، باطل حق نگو، فقط باطل بگه. اما این نفر متاسفانه تا جای در تبلیغش، در دعوتش ضعیفی پیدا کرد. کسایی که ایران محبوب و عزیز میدونستن، من شک ندارم که ده ها هزارها نفر الکی با دیگر چشم نگاه میکنن. برای چی؟ در دوام این همه سال ظلم رحمانوف، فشاری KGB اینا را جلب خودی همون KGB کرد، فروخته کرد. باید کچین راست باید گفت که اینها واقعا کادرهای KGB هستند. دیگر از این زیاد چیزی نیست. اگرچه خدا میگن، دین میگن، رسول میگن، من شک ندارم که اینها زمان شوروی بدن یا کادرهای KGB بدن هستند و میمونن. در یک صحبتش به دو قسم عبارت است. در قسم اول درباره همین مهاجرت روسیه و گناه ما و شما است و تو فلان و خب مشکلات داریم و خیلی گپ میزنه میروم و میمونیم. صحبت دومش در مسئله مصرف های بی معنی گوش میکنیم و بعد چند گفتنی است. دیگر موضوعی که در اونجا اشاره شد مسئله همین صرف خرج. البته این کارهایی را که امروز زیاده روی را که ما میکنیم، همه اینا از پیش خود مانه. این را ما به دین نسبت ندیم. در دین برادران و خواهران گرامی، حتی ما یک 4 کتاب داریم. در همون 4 کتاب آمده است که گر تو ای خواجه بر لبی جویی، هست اسراف هرچی میشویی. حتی در لب دریا میگه اگر شیشتگی باشی، در همون جا که اگر وقت طهارت میکنی، میگه همون جا آب اکنام که نگو که دریای کلانه هر خیلی که مثال خواستی شستن بگی. حتی در همون جا میگه صرفکاری که در همین کتاب 4 کتاب خودمان حتی با چند قدر آب طهارت کردن در کار، با چند قدر آب مثال غسل کردن در کار، حتی همون را چنکش آورده است. این دلالت او را میکند که دینمان همیشه صرفکاری را جانب دارد. از همه بالا آیت قرآن است:
کلو واشربو ولا تسرفو. بخورین بنوشین ولی اسراف نکنین، زیرا اینه که خداوند اسرافکار دوست نمیداره. برای این یعنی ما اینا در پیش عید داریم. بسیاری ما حقیقتا در همین عید هامون بینیمت صرف های زیادی میکنیم، خرج های زیادی میکنیم. ببینید دیگر نرخ حتی از حساب همین زیاده روی و بفهمیم و نرخ حتی دیگر بگیم که حد آخر نداره. نرخ با زیاده روی ما وابسته نیست دومروی عزیز. از کجا گرفتی گپا؟ نرخ کی معین میکنه؟ تنظیم بازار در دستی کی است؟ تنظیم بازار، تنظیم نرخ و نوای بازار در دستی کی باید باشه؟ همه دیگر هر چیزی که چرت بمانه که میخواین گفتن میگه مردم دیگه گاو حساب نکنین. ولی از خدا دیگر هر حرفی چرت بمانه که زبان تا بیاد دیگه نبینه ملت اگه نگار کردن. بازار راهبریت داره، تنظیم داره، نظام داره، نرخ و نوا را معین و مشخص میکنه یک نهاده است. بس حرف و مصرف این ملت وابستگی نداره نرخ بازار. یک کس میخواد صرف میکنه، مصرف میکنه، بام بکنه از حساب خودش میکنه، ای جیبی تو نمیکنه، از خانه تو نمیکنه. اگر این قدر غرور داره، این قدر شجاعت داره، این قدر آیت و حدیث میدونه، امام علی رحمانوف در همین مصرف های رقص و بازی به معنیش میلیون دلار مصرف میکنه. زنکاتون گرفتگی است. زورتون بدو بیچاره حاجی، بدو مهاجر، بدو تاجیک بیچاره میرسه که یک سال یک بار عید میکنه، یک دسترخوان میپرتیه. ای مسلمان فراموش کردی یک زمان لالی پیشت می آوردن میریختن میخوردی؟ فراموش کردی؟ اوجا مصرف نبود؟ اوجا آیت قرآن نبود؟ احادیث پیامبر نبود؟ امروز آیت قرآن برای شما مثال شد. یک زمان معرکه های مردم میرفتن به خدا از پایان تا بالا را کرسان گوش براتون میریختن، میخوردن، نه گفتی که خورین و پوشین و مصرف نکنین، میخوردن، میپوشیدن و بار میکردن میبردن در کفای ماشیناتون. اوجا و مصرف نبود، اوجا مصرفی حدیث و آیت قرآن برای مثال نمی اومد. نه مثال شده است. یا بیا مسلمان شو یا یک دین دیگر انتخاب بکن. مردم ها یافتن نه همین چهار ریش همانده، همین دوبار شعر سعدی و بدیل خونه مردم نگاه شما رو گوش بکنن. غلط کردی، اشتباه خطا کردی. بجای تبلیغ ایده بکنه، این یک مسلمان یک ملا است که امروز رحمان فهمو ایده که ما داریم محکوم کردن، من کردن کودک در روز عید خرسندی باید کنه، میگه که شما عید گردک کودکاتون نکنین گداگی است. بجای تو برای نصیحت بکنی که منصب دارای عزیز این یک روز خرسندی است، یک عید است. چه معمولیه که کودک یک کاری غلط میکنه، دزدی میکنه، در همین روز تبلیغش بکنین. چه همون رقص و بازی جنبانی مشرفکای شما این روز بهتر و اولاتر است. مانن فرزندای ملت خرسندی بکنن نمیگین، اما چی؟ نرخ‌های بازار هم از ما و شما، مصرف‌های ما و شما وابسته. خانه مردم در طواق گوشت میزدن، خفای پرداتون بز قم خراب بار میکردن، او مصرف نبوده. نه؟ شکم خودتون نغز میزنه کلا و پوست، او مصرف نیست. چرا یک دور در مقابل شکم جهاد اعلان نکردی؟ درآمدی که همین قدر نوش و نعمت خدای بگردی و صاحب خونه و اعلان بکنی، نوار بکنی که ای مردم، ای کسایی که با ما مقیب ما هستین، نمیدونم مخلص ما هستین، ما رو برای خانهاتون دعوت میکنین، من یک معیار معین و مشخص دارم. من هیچ دسترخوانی کر و فری 1000 سامانه و 1000 دلار مصرف قبول ندارم. من هیچگاه بعد از خستانم لعلی گوشت و گوسپند و بزر قبول ندارم. برای من مصرف نکنین. من هم مثل شما یک انسان هستم و امروز در این منبر هستم. من وارث پیامبرم، من خدمت این ملت هم میکنم. این با اون معنی نیست که برای من بز و گوسپند شما بتین. من وظیفه خدمت انجام میتم. تمام. چرا این کار نمیکردی؟ هنگامی محیط بدین، هنگامی آبرو و عزت داشتین. نمیگفت دسترخوان‌های پر از سغل مصرف است. قطعی خودت 5 قوری بچه دیگر هم میبردی، هر یتی او جامعه و کستم برو که با 500 در دستاشون پول میزدن. مصرف است. چرا نمیگفتین؟ اما امروز براتون مصرف شد. امروز گرفتن فضاتونه، دیگر جخیدنتون، فشارتون آوردن. باید بگه نه، باید همو حرفای رحمانوف، همو تحقیرهایی که رحمانوف در حق دین میکنه،
شما همون را آب داده ایستادین، به عزت کردین خودتون، آبروتون از دست دادین. جامعه را یک بار نظر کنید نسبت شما چی میگن؟ بهترین بها را جامعه برای شما میتن. بهترین بها امروز در دست جامعه است. اما شما چیکار کردین؟ زمان برای خودتون می آوردن این قدر کر و فر، او مصرف نبود، او خرجهای بمعنی نبود، نرخ بازار بالا و پایان نمی رفت. امروز خرج بمعنی شد، امروز نرخ بازار بالا رفت، امروز مردم گناهکار شد. نه؟ چه مزمون مصرف های بمعنی که میروند در فاحشه خانه و در بدبخت خانه ها مصرف میکنن. یک جوان حج میروه و مانش بروه، خانه خدا میروه، زیارت میروه، مانش بروه. همون جوانه از جیب تو نمیروه. ساختن مکتب، مسجد، راه وظیفه یک حاجی نیست. به فرهنگو وظیفه اولین درجه حکومت است. او حاجی اگر صاحب کار است انداز میتیه، انداز از درآمد میتیه، انداز از فایده میتیه، پولی برق میتیه، قور بلا میتیه. بودجه کشور برای قوری رحمانو صرف میشه که شما برو آمدین حج نروین، به جا میرین حج میرین، حاجی نشوین، نروین دیگه. یک بار رفتیم بسای. ما 2 بار برو جای مقدس است، ما 5 بار، ما 100 بار برو. او دری کترا نگفت است که حاجی جان من حج میرم بگه، ما برو. از همون مصرف هایی که همون معنوشی میکنن، دیسکو کلوب میرن، حرامی میکنن، همون بهتر نیست که شما ملت هم تبلیغ بکنید که مردم بهترین جای استراحت کجا است؟ خانه پروردگار است. برین زیارت، برین مدینه بروین، مسجد پیامبر را زیارت بکنین، برین مکه بروین، برین در طواف بکنین، برین خانه خدا را زیارت عبادت کنین. و من برو کسی میروه، شما را زور نمیبیو. حساب بودجه رحمانوف هم نمیروند. رحمانوف پولی بودجه را پچکا میدزده. یک بار نمیگه که او قدر مصرف هایی که از خفای یک نواره رحمانوف 15-20% میروه، 20 ماشین از دمش میروه، او مصرف نیست، او خرج نیست. در همین دسترخوانی که در یک سال یک بار همین مردم مصرف داره، همون را میبینین آخیر. در جان همین مردم زدن شما خط همین اشولتون. یه بار این طیبت هم نه دیگه، همین یا چرا آبرو میگن، عزت میگن، شرمنده کردن بخدا هم رویش همون ساله همون تمام منبرم همون محورم. یک کم ترک بختانه با کار فرمانین. این خطر تأخیره که رحمانوف در حق دیر میکرد، تو باید که ها باز قربانی مثال در زندان بودی. باید اگر او قدر راه پیامبر دعوای حدیث و آیت میکنی، جای خود دو که ها باز هجرت بود و در میدان های بزرگ دعوت بود. اذان من کردن، مسجد من کردن، حج من کردن، تحقیر به این دین کردن، بهترین علماء ها را زباناشون بستن، بهترین قاری بچه ها زندان، به هر جرم بردن، همه را زندان کردن. این نه برآمدش در 4 کتاب ما گفتن در لب جوی احتیاط کرد تو رد کرد. نه این 4 کتاب هفته یک در رسیده است. با میگن نسبت داموله ها، نسبت علماء ها چی بکنین؟ لطف بکنین، مرحمت بکنین، سخت کم نزنین. او مظلوم، یگام مظلومی نداره که، هیچ مظلوم نیست، هیچ مظلوم نیست. مردم ها گوی سو کردن شما دیگه، همین لطف کردن مردم نسبت شما را گوش کردن، عزت تان دادن، کساتون پولی پیسه کردن و سواج نه بالای مردم. در یک عیده که در یک سال یک بار یک مردم 4 دسترخوان میکنن، یک کس نان میته، همود هم اینا رشک دارن. و یک زمان برای شما با تکرار میکنم، از این زیاد مصرف میکردن. اگر او قدر محب میشدی، او قدر خدا ترس و دعوای مصرف داری، او دسترخوان ها را منع میکردی. ما میلیون بار با چشمان ما دیدیم این چیزا. آچیره نبودی، در یک روز 5 مرکه بدی 5 گوسفند میدادن. نمیگی که برادر او خودت داری؟ همین من لازم ندارم، همین در خونت مان، از حساب من بمان، سال دیگه یک برچه میگن 2 تا میشوه. از همین تو میتونی تجارت بکنی. نه فلانی خفای ماشین بار کن. امروز آمدین برای ما نه دوای مصرف دارین، نه امروز دین شناس شدین، خدا شناس شدین. هر چی را در شب و روزش باید استفاده برد. در زمانی که بالای شما مصرفی به معنی میکنن، در اونجا باید استفاده برد. از همه چی ماندین، رانده شدین، عزت و آبرو را پروردگار گیرید. اکنون بر آمدین طرفی بعد همون لیگ رحمان فقط بدین. ای الله بترسین،
روز قیامت جواب این دشوار است. این سم افسانه هاتون همش روز قیامت جواب داره. این منبرها جای ما نیست، جای شما باید میشد. اما شما منبرها را فروختین، با دنیای وصل کردین. منبرهای پیامبر که یک زمان خداوند برای شما نصیب گردان. گمان کرد، نمیدونم که خودتان گمان کردین که خیلی عقل کاری خیر برای این ملت میکنین، اما امتحان پروردگار را نگذاشتین. پروردگار براتون یک امتحان داد و یک عزت داد. گفت این توسط همین منبر من، منبری که رسول الله در اینجا آبرو عزت گرفت، در اینجا را پیامبر خدا در این منبر دعوت کرد و نامش تا امروز باقی ماند، من برای شما نصیب گرداندم، بیاین. اما شما چیکار کردین؟ اون منبر را عوض به دنیا، به مال دنیا کردین، به ترس و به نمیدونم خب ترسیدن کردین، زود از دستون گرفت. متاسفانه همه با عیب ما و شما هست. هیچ وقت دین، هیچ وقت اسلام، هیچ وقت بگیم کردار پیامبر، تاکید پیامبر این نیست که ما همین کارا را که امروز انجام میدیم. یا حتی پیامبر، ما اگر خطا نکنم، زمانی که حضرت سلمان فارس هجرت کرد، بعد از چندین جبهه، وقتی آخران هم استادش گفت که یک زمان یک نفر به نام احمد پیدا می شود در فلان سرزمین که نشانه دارد و یکی از نشانه هاش که خب یا که صدقه را میخورد تو فرا نمیخورد، این تا یکش از فراموش کردم والله اعلم، میگه که یک چیزش نمیخوره، میگیره و در همو چیزاش میته، همو اطرافیاش میته. و این سلمان فارس هم از همو در یک باغ کار میکرد، خرما بود، از هم بالای خرما چند خرمای گرفت برد و یکیش بود که بار اول گرفت و خورد و بار دوم برد گرفت و بر همو صحابه ها داد و از همونجا احساس کرد که این نشانه دیگری پیامبر است. یعنی توی اندازه بود، وقتی که دینی را اجازه نمیتیه، وقتی که با بحث دین میشوه، برای نمو سیرت پیامبر یک بار نظر بکنید که تو چی اندازه بود، تو کدام اندازه بود. با همون خاطر شما نمیتونین بالای این مسئله ها بحث کنین. شما در این مسئله خودتون ضعیفی دارین. یک کسی مردم نصیحت و وصیت میکند که خودش الگو و نمونه باشه. شما الکی نه الگو هستین، واقعا نه نمونه هستین، همه چیز از دست دادین متاسفانه. جای ما مقصد از حج میآیم، چقدر ببینین کار تا حتی دیگر با موسیقی و دیگر با کرنه و با سرنه و دیگر قریب صدها متر پاانداز پرتاب. همین خودت وقتی خانه مردم میرفتی همون پاانداز در پیش پات میپرتافتن. نه دروغ میگم، اما با چشمانی خودم دیدم. همون خانه مردم در پیش پات پاانداز میپرتافتن. نمیگفتی که مردم و دین میگه این حرام است، اسراف است، من نمیدونم میره بگیرین برین در همون تلیچتون بمونین، نمیگین کو. امروز حرام و اصلاح شده. دیگر پول پرتایی و قنفت پرتایی و آخر این کارها را همش میگم که همه اینها از بفهمی ما های، همه این بگیم از به عقلی ما هم بگیم ما خطا نمیکنیم. خیلی مادامی از حج آمد خوش آمد، یک رکنی حج در گردنش فرض بود، رفت حج کرد گشت آمد تمام دیگر. خوب است عادت تاجیکی ما هم یکی میروان زیارتش میکنن میلش، لیکن زیارت معناش همین است که همون یک چند مقدار آبی آورده است، یگان پیالک آب بنوشد، خب دعا که در حق حاجی و در حق جان خودت خیز بره دیگر. دسترخوان پرتافتن و قریب یک ماه دیگر همون خانه را بگیم اینقدر مثال زحمت و مهنت و بسیارش باور کنین، من از زبان خودشان میشنوم بسیارش به خدا میگه از رفتگیم پشیمان شده، یا بعضی هاش میگه نمیتونیم رفته، میترسیم که بیاییم اینقدر مثال دسترخوان و اینقدر آب نان از کجا کرده میتونیم. برای همین این چیزها را میتونید خداتون میتونید همین چیزها را از بین برین. آخی هر چیز به ضرر ما به زیان ما، چرا همراه ما و شما قبول داریم؟ و دیگر حج یک بار در امر فرضه. قرآن میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا.
هر کسی که امکانیت دارد یک بار همون حج فرضی، اما حج فرضی در رفتی و حج فرضی را از گردن ساقط کردی. خب این دیگر پهلوی مسئلهش. من میگم 100 بار بروین. هر تاجیک که اگر امکانیت داره، شرایط داره، برای زیارت بکنه، برای عبادت بکنه، چرا نه؟ بهترین مکان است، بهترین جای عبادت است. هم فضای روحیت آرام میشوه، هم محیط عوض میکنی، هم در اونجا جمع مسلمان ها را میبینی. چرا نه؟ بروین، هر روز بروین. شب و سحرتون در همون مسجد برین نماز بخونید. چی گپ از این؟ از کجا در یگام گوشه و کنار دنیا این همون تبلیغی به معنی نیست. به خدا قسم من ندیدم در یگام جا به این اندازه همین بدبینی، همین احمقی، این همین کارهای غلطی که نسبت همین دین دارن همین مردم ما هست. هیچ کجا میری مکتب رحمانو بسازه، مولا حاجی دیوانه شده مکتب میسازه. اینقدر همین یک فهمیش فلسفه بد انسانیت در ما بار کردیم. حج نرا، کجا میری؟ یک بار رفتی بس، دو بار برو، عجیبی تو نمیره مردم. من حیرانم که این همین بدبینی، این یک بدبینی نسبت این همی است. بجای یا تبلیغ کنن که خانه خدا بهترین زمین مقدس است مردم، یک رکعت نماز شما برابر از میلیون ها رکعت است، برای نماز بخونین. یک کسی که نمیدونم زحمت بکشه حج میره، یک کسی میکنه همون که یک تاجیره که زحمت میکشه و زکات میتیه، نمیدونم نلاگ میتیه، انداز میتیه، همون خودش دیگه کمک کردن به همین کشور و دولت است. همین نده برای مکتب بساز، برای دیوار بساز، برای مسجد بساز، برای راه بساز. وظیفه حکومت است. حکومت در سر قانونش این چیزا با حرفای کتا ذکر کردگی است. تمام دیگه نمیشه این کار کرده. انا همین فلسفه مردمی ما متاسفانه رژیم رحمانوف توسط این همین ملاهای کیستگی همین چیزا در مردم بار کرده است. هر کجا میری برای مکتب بساز، برای دیوار بساز، برای بنیسا بساز. برای چی؟ نه فرضای بنیسا ساختنش، نه قرض است، نه واجب است، نه مستحب. برای چی بسازه؟ اگر یک صاحب کاری که میسازه دمش گرم، مرسی، خیلی خوب. اما تبلیغ کردن که تو هر کجا میری برای مکتب بساز، گو خوردین. من معذرت میخوام. حکومت وابسته ای چیز است. مبلغ جدا میشوه، گرانت های قیمت بهای از خارج میگیرن برای رشد دموکراتیا، برای رشد معارف، برای رشد سیاحی، برای رشد اقتصاد، برای بضرر گرداندن تروریسم، اکستریمیسم. میلیون دلارها مبلغ میگیرن. اون به مکتب هم میرسه، به بیمارخانه هم میرسه، به مسجد هم میرسه، به راه هم میرسه، اگر صرفه‌کارانه استفاده شود. و اونا میدزن فراری بچه رحمانوف 1 میلیون، لامبورگینی داماد رحمانوف 1 میلیون، بوگاتوی جیورای رحمانوف 1 میلیون. او خورده گشتن. یک بار همون اینستاگرامی همون نویرای فرزندای منصبدارا برو پچکا دلار چه حساب میکنن. بعد بیا جا گوش ماده اشوله بخونی حج نالا گجا میرین برای مکتب بخونین برای نکنین. او بگو این دلارا از کدام حساب است؟ این ماشینی که تو در قیمت 1 میلیون گرفتی از کدام حساب است؟ یک شب کیف صفایی که در دبی میرین میکنین 10,000 دلار است، از کدام حساب است؟ او غیرت داره ایران بگین. زور شما به 4 تاجیکی بیچاره میرسه. زور شما به 4 مهاجری در بدر میرسه. دعوای شما برای همین 4 تاجیک ساده هست که شما را گوش میکنن و گریه میکنن. اما زور شما با او خرج منصبدار رحمان وقتی پرزیدنت ها میبیاد دیدی که چقدر مصرف میکنه، میلیون سامانی مصرف میکنه، از میوجات سر کرده تا تمام این نعمت در زمین میپرتیه. زبانتون بریدگی است بگه که رحمانوف گو، پروردگار میگه که بخورین بنوشین مصرف نکنین. اما نمیگین کو ترسی بعد بلای جان نه. ایشی دست ملا، ایشی دست دیندار، ایشی دست تبلیغگری دینو همین ابله از بام بیافتد گردن ما بشکنه. ما گناهگار همین شما را گوش کردیم به همین روز رسیدیم. همین شما یک پهلوی این همین حکومت رحمانوفین. تمام و سلام علیکم. بگیرش.